الحمدلله و مدح به پایان به رسول الله. خدا کند که آنچه که ما میگوییم همه بر نفع برادران باشد و از روی جسارت و شجاعت از حمد الله تا به مدح پیامبر صلی الله علیه و سلم همه از صمیم قلب باشند و با دعای تواضعانه از الله متعال طلب آن را کنیم که این گفته ها یک معلومات صحیح و درست برای برادران باشند و هم یک خدمت هم قولی و کوشش کرده باشیم که توانسته باشیم مقداری استطاعتمان هم یک خدمت عملی برای برادران انجام داده توانسته باشیم. تخمینا نیمه ماه 08 ماه اوگوست بود که مملکت عربستان سعودی مقامداران و ریاست این مملکت به طرز رسمی و خطی اعلان نمودند که روز 27 09 در سپتامبر، روز 27 25% و در ماه 10 اکتبر 75% و تا آخر نیمه دیوم ماه اکتبر 100% برای عمره کنندگان داخل مملکت عربستان سعودی دروازه های حرمین شریفین را گشوده می‌گردانند و اینچنین هم شد. حرمین شریفین استقبال از معتمرین کردند که مدت 7 ماه بود که حتی خودی ساکنان عربستان سعودی نمیتوانستند حج بکنند و بعد از گذشت 7 ماه این نعمت برای آنها نصیب گردانده شد. البته به فضل الله و به رحمت الله این بر معتمرین و بر عمره کنندگان و حج کنندگان عمره خارجی نیز این چیز میسر گشتی با چنین شکل اعلان، یعنی به شکل رسمی و خطی باز ارسال آگاهی شد برای تمام جهانیان و تمام خارجیان غیر مملکت عربستان سعودی، بگیم ساکنان غیر مملکت عربستان سعودی، که حرمین شریفین در اول ماه 11 ماه نوامبر در روز یکمش آماده استقبال مهمانان خداوند خواهد شد و این چنین هم شد و امروز در این روز اول ماه 11 حج کنندگان اعلان اجازه حج کنندگان برای ساکنان خارج، یعنی ساکنان غیر مملکت عربستان سعودی شد و البته یک تغییرات ها بعد گذشت 8 ماه اینک، یعنی با گذشت 7 ماه اجازه عمره کنندگان داخلی را داد و با گذشت 8 ماه اینک اجازه 8 ماه بعد از اپیدمیای کووید 19 اجازه عمره کنندگان خارجی را داد. خب یک کمی تغییرات ها در مناسک، در ادای مناسک حج و عمره البته به وقوع پیوستند. اینها همین که هر یک رونده به زیارت خانه خدا و به اماکن مقدسه باید که پیش از وقت پروازش، پیش از مهلت پروازش 72 ساعت پیش از پرواز سپرافکای صحتی از کووید 19 را داشته باشد که شرکت رسمی نزد مرکز مسلمانان روسیه، یعنی شرکت بولگارتور،
در خدمت زیارت کنندگان و مهمانان خانه خداوند خواهد بود برای کمک رساندن، برای به دست آوردن همه احتیاجاتی که هر یک زیارت کننده با آن احتیاج دارد خب آماده است. و دیگر تغییرات ها و علاوه ها بگیم نظر گرفته بر دوره دومی اپیدمی کووید 19 بر ضمن اینه که اجازه داده شد، این علاوه ها چنینند که باز برای هر یک حاجی در مهمانخانه که در آنجا خواهد بود 3 وقت تفتیش تمپراتورای بدن و 3 وقت خوراکه برای آنها باید آماده کرده شود. و البته اینچنین سن و سال در مرحله اول که انشاءالله کشایش حرمین شریفین البته در یک چند مرحله صورت میگیرد و در مرحله اول فقط نفرانی که از 18 تا 50 سال عمر دارند و سالم از بیماری هستند برای آنها این اجازه داده می شود و امید از الله متعال آن را داریم که در مرحله های بعدی انشاءالله این محدودیت ها نیز برداشته می شوند و در سال نو برای یکی طلبگاران زیارت اماکن مقدسه به خانه خدا اجازه داده می شود که به یگان محدودیت به زیارت کعبه الله و به زیارت مدینه منوره به روضه مطهره پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم بروند. خوب، یک دوره ای که یک کمی مشکلات و یک کمی مشکلاتی که بر بالای زیارت کنندگان و مهمانان خانه خداوند می شود، البته نباید منع و سد نیت کردن برای ادای مناسک حج و عمره شود، زیرا البته بعد حل هر یک مشکلات انسان لذت آن که از این قله مشکلات گذشته است و در مشکل ترین حالت ها توانست که از ادای مناسک حج گذشت برای خود احساس میکند. و چگونه که نایب وزیر حج و عمره عربستان سعودی عبدالفتاح مشات در باره کشایش حرمین شریفین اعلان داشتند اینکه حتمی، یعنی همین سپرافکای که قبل از 72 ساعت پیش است، قبل از 72 ساعت از پرواز گرفته شود و دستورات را از طرف وزارت صحی و از طرف وزارت داخلی مملکت عربستان سعودی برای حج کنندگان و مهمانان خانه خداوند ابراز داشتند که البته این توافق هایی که بین مهمانان خانه خداوند و میزبانان، یعنی طرف مملکت عربستان سعودی، باید رعایت کرده شوند و بالاخره این چیز میسر می شود که با
گذشت یک چند مرحله با محدودیت ها بالاخره اجازه 100% برای زیارت کنندگان داده خواهد شد و البته با گفتیم علاوه هایی که 3 ساعت 3 روز بعد از رفتنشون در آنجا 3 روز در دوره تفتیشی صحی میگذرانند پیش از ادای مناسک عمرهشون و بعد از آن فقط طبق معیار و محدودیت هایی که برای داخل شدن و ادا نمودن مناسک حج در داخل حرم الله دادگیند آن باید رعایت کرده شود و همون گونه که طلبات وزارت حج و عمره عربستان سعودی است باید ان همون گونه این طلبات ها باید اجرا کرده شوند از طرف هر یک زیارت کننده و مهمانی خانه خداوند و انشاءالله دیگر اینکه ما همیشه بزرگترین وسیله که به واسطه آن وسیله ما به هر یک آرزویی که کردگیم به آن خواهیم رسید این همان نعمت دعا است که گذشتگانمان از آن استفاده بنمودند و برای ما این چیز میسر گشت که خداوند ما را از جمله مهمانان پذیرفته خانه خودش بگرداند و مسئله دیگر این که هر یک داخل شونده البته مخصوص اسباب مانده شدگی است که کامرایی که یک چند نفره یک باره تمپراتورای بدنش سنجش میکند و وضع صحتی هر یک حاجی را همون اپارات سنجش میکند که در درآمدگاه حرم مکی گذاشته شدگی است و در داخل شدن به کعبه الله توسط آن گذرانده می شود هر یک حاجی و در داخل مسجد الحرام یعنی مسجد کعبه در داخلش به طور اتوماتیکی خب ماشین گذاشته شده است که دیزینفکسیا میکند تمام گرد و اطراف مسجد را توسط مخصوص ماشینی که چیپ دارد و یعنی در همون جایی که قلعه است همون جا را گشته دیزینفکسیا میکند به طور اتوماتیکی ربات های نو برآمد و جدیدی که به شکل عالی به خلل رساندن و آزردن یگان نفر گردش دور مسجد الحرام رو میکند و با هر یک گردشش دیزینفکسیون مسجد رو میکند و این همه آمادگی ها از طرف قبول کنندگان مهمانان خانه خداوند البته خیلی هم جای شکرگزاری و منت گزاری است به اینکه خیلی هم مملکت عربستان سعودی و مسئولان حرمین شریفین همیشه برای خدمت حاجیان و مهمانان رحمان آمادگی را به نوع اعلا انجام میدهند خدمت های شایسته و سزاوار و لایق به یک شکل عالی انجام میدهند. خب این هم به خاطر باز یک خدمت نوع عالی برای خاطر حاجیان و عمره کنندگان است و دیگر در مسجد الحرام که
مدتی اپیدمیا قرآن ها، کتاب های قرآن از آنجا برداشته شده بودند، گرفته شده بودند. الحمدلله جای شکر و نعمت است، جای شکر و حمد است که اون قرآن ها با مسجد الحرام بازگردانده شدند و جای فرح و سرور و خرسندی هر یک حاجی است که قرآن ها بر جاهای خود برگردانده شدند و اکنون هر یک حاجی میتواند که از خواندن کتاب های قرآن از کتاب الله در مسجد الحرام استفاده برد. و حادثه ای که دیروز در مسجد الحرام به وقوع پیوست، یعنی ماشینی که به سوی دروازه حرم رانده شد، خب همین است که یک مرد و کسانی که اگر در حرم بودن از طرف جنوب شرقی مسجد الحرام، از طرفی که خب حمامات رقمی 3 هستند در خب نزدیکی دری که سابق در کلان در خب ملک عبدالعزیز بودن، خب انیخترش یعنی ماشینش رو همون شخص که شخص سعودیگی است، خودی عربی سعودی است، به سوی دروازه رقم 92 میراند و خب چون از به آدمی و از کم آدمی نزد مسجد الحرام استفاده میکند، چون دوره نوزک دوره اپیدمی است، خب راهگذران کم هستند در اطراف و در صحن مسجد الحرام از این استفاده میبرد و راست ماشینش به طرف دروازه رقم 92 میراند. از بس که آدم هم کم بوده و الحمدلله خدا را شکر که بی ضرر بی یگان کس آزار دادن این حادثه تمام شد. و بعد اون مرد سعودگی رو البته مسئولین و موظفین مسجد الحرام داشتند و گرفتندش و دقیق کردند که بیچاره خدا بیامرزدش یک شخص بیرون از عقل بوده است و یعنی خداوند از نعمت عقل دورش کرده است و نمیدونسته است که چی کار کرده شده است و یعنی هیچ جایی استراب و هیچ جایی در گمتر تشویش بودن این نیست است که یگان حادثه است فقط بزرگ، فقط همین بود که یک بیچاره بیرون از عقل خب که خود نمیدونست که چیکار کرده شده است این عمل رو انجام میدهد. باقی دیگر مسجد الحرام با شکل پیشین آماده قبول و آماده استقبال حج کنندگان و عمره کنندگان و زیارت کنندگان خانه خدا است و خداوند هر کی را که توفیق ایمان و نصیب زیارت این اماکن مقدسه از مسجد النبوی تا حرم مکی تا کعبة الله نصیب بکند، خداوند ان شاء الله به آنجا میرساندش. و البته گفتیم کعبة الله آماده استقبال هر یک زیارت کننده است. خداوند به آن روز هر یک ما و شما رو برساند. آمین. салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали ман ҳастам парвиз аз канали як таҷик самбои екатеринбург. имрӯз дар хизмати шумо, агар шумо сайру гаштро дӯст доред, пас булгартурро интихоб намоед, ки яке аз фирмаҳои беҳтарини мебошад
яке аз турҳои беҳтарина пешкаши шумо мекунад ки ба хонаи худо сафар намоед. Булгартур ба тамоми минтақаҳо турҳое дорад ки шумо метавонед аз ин турҳо истифода бурда тамоми рӯи ҷаҳонро тамошо кунед. Иншоаллоҳ мо кӯшиш мекунем ки чунин турҳоро бисёртар наморбардорӣ кунем ва пешкаши шумо кунем. имрӯз ки яке аз турҳои беҳтарин ва муқаддастаринам бигем хато намекунем, сафари зиёратии хонаи худо аст. зиёрати хонаи худо пешкаши шумо мекунем ки сардори ин гурӯҳ акаи тоҷиддин мебошад. ба он кас метавонед занг занед, маълумоти пурраро дастрас намоед. мо бо шумо ҳастем ва дар хизмати шумо ҳастем. То бози дӯстони азиз.